من به پویزن هستم. چطورید؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل کرفلند. اولین ویدیوی آموزشیمون. صدای من از تصویرم نیست. آره الشم مثلا کنار من نشست. من نیستم. باشه آقا، صدا هست تصویر نیست. آره صداش هست تصویر نیست. امروز اومدیم با یه آموزش خفن. یاکوزامون بغل داره میگه بیمن. آره من داریم ویدیو میسازیم. آره دارم براتون محمد، به خدا دارم واسه هر دوتون دارم. خب باشه، امروز اومدیم با آموزش خیلی خیلی خفن. اومدیم شیدر ماینکرافت بدراک بزنیم. خب با شیدرهایی که از صبح تا شب اعصابای منو خراب میکنه. آره دیگه، شیدر ماینکرافت بدراک هستش و خیلی خیلی موثره که واقعا حتما برید امتحانش کنید. و قبل از اینکه ویدیو رو ببینید حتما لایک کنید، دنبال واقعا اگه از ما میخواید حمایت کنید حتما دنبال کنید و لایک کنید و ببخشش میگه داره من. و چون که سلام ندادم وارد ویدیو شدم، این پوفیوزا بدون من دارم ویدیو میسازن. خب حالا بریم. ما به برنامه ادان احتیاج داریم، یعنی این برنامه که الان دارم بهتون نشون میدم. به این برنامه ما احتیاج داریم که میتونید از مایکت، بازار و فروشگاه پلی این برنامه رو نصبش کنید. اگه خواستیم بیاین از کانال روبیکای ما بردارین دیگه. آره نسخه اصلیش. آره بله، بدون یاکوزا میتونین نصبش کنین. آره بدون یاکوزا میتونیم نصبش کنیم. ببینیم میاین روبیکا تو دیسکریپشن است. آره میذاریم تو توضیحات میذاریم. میریم داخل مایکت. اینترنت چرا قطع شد من نمیدونم. نتمو بستم. نت تو چرا میبندی آخه؟ بازش کن بابا. باش سایدم. چرا من وصل نشدم بهش؟ یه دقیقه صبر. مشکل فنی. باز نتو بستم میگم. دید. خب متصل شد. بله. بعد اینکه بس شد ببینیم میاید داخل مایکت. ها بازار فروشگاه پلی. مایکت نمیخوایم از کانال روبیکای ما بردارین. بابا یه دقیقه حرف از کانال روبیکای ما بردارین دیگه. اونو هر جوری صداف بدونن دیگه. نمیشید ماینکرافت رفت و سرچش میکنین. وقتی که سرچش کردین همین پایین میاره برنامه ادان فور ماینکرافت. ما نصبش کردیم، باید اجراش کنیم. اجرا رو میزنیم. بعد از اینکه واسه لود بشه، البته بعضی مواقع احتمال از خطا بده با گوشی شما آن نشه. آره بعضی از گوشی ها، ولی 100% با بیشتر گوشی ها میشه. با بیشتر گوشی 100% میشه. خب اگه از کانال روبیکای ما برداریم به همه گوشی ها میشه. آره از کانال. خب اینجا همین بغلم نوشته شیدر. اگه هم بخواین بیاین تو قسمت سرچ و بنویسین شهادر شیدر. قشنگ ببینید و بنویسید. تبلیغ میاره، ما لغوش میکنیم و بعد از اینکه سرچش کردیم برو تو بیا. خب ببینین دیگه الان ما هیچ کدوم از این شیدرها رو نمیخوایم. بیاین پایین. ببینین دوستان، اگه گوشیتون گوشیتون یعنی قوی باشه دیگه، رمش بیشتر از 4 باشه، مثبت 4 از 4 به بالا باشه، این شیدر رو نصب نکنین نصف عمرتون رفته. یعنی در اون حد عالیه این شیدر، ولی باید رمتون اگه بیشتر از 4 باشه خیلی روون تره. میکشه اون یکی رمتون 4 هم باشه ولی لگ داره دیگه. ولی اگه بیشتر باشه حتما اینو نصب کنین. این یکی از شیدرها که واقعا منم خودم الان با اونم کار میکنم. یه شیدر دیگه هم اصلا اینا رو نزنین. اینا فعلا هیچ کدوم خوب نیستن. در اون حد خوبن ولی در اون حدی که من میخوام خوب نیستن. زدم این یکی رو هم زدم ولی در اون حد که من میخوام خوب نیستن. میایم پایین. این شیدرم عالیه بچه‌ها. اینم من کار میکنم باش. به حرف اینون اصلا فکر نکنین. من میگم اگه اینم گوشیتون قوی بشه حتما نصبش کنین. یه دقیقه. و
همینطور که من یه دقیقه استاپ کردم یه مشکلی پیش اومد، ولی الان دارم میگم این شیدرم واقعا عالیه. و بریم برای شیدر بعدی که یکی اینم خیلی شیدر باحالی هستش و واقعا خوبه. بابا این تبلیغ هم دیگه از ما دست نمیکشه، دست بردار نیست این تبلیغه. میایم پایین هیچ کدوم از اینا نیست. اینم خوبه، اینم نصب کردم، اینم به نظر من خوبه. اینم اگه بخوای نصب کنین اینم عالیه، از اینم استفاده میکنم. کلن آب و نور ترش و اینا همشون عالیه تو اینم. و وایسین دنبال یه شیدر دیگه. این تبلیغا دیگه منو اعصابم خورد کرده. من VPNم بازی. آها اینم این شیدر، این شیدر پک خودش واقعا خیلی خوبه برای من که برای گوشی من برای نسخه های مختلف میکشه. برای 1.1940 هم کشید، برای 1.1921 هم کشید، برای 1.1973 هم برای من برای گوشی من باز میکنه دیگه. شما رو نمیدم ولی حتما میگم اینا رو نصب کنین. ولی یه دونم مونده که از کجا این برنامه ادان رو دانلودش کنین. از کانال ما هم میتونین دانلود کنین. اون موقع درصد نصب کردن اینا تو 1.19 و اینا واقعا بیشتر میشه. ولی اگه از یه جای دیگه نصب کنین شاید اصلا نشه تو 1.19 و اینا، فقط تو مثلا نسخه های پایین بتونیم نصب کنین. اینم این شیدر بود دیگه. این یکی هم شیدر زیادی است، خودتونم اگه نگاه کنین، اگه این یکی رو هم دوست داشتین حتما دانلود کنین. و من گفتم که این شیدر از اون یکی ها بهتره، چون که اینا رو دانلود کردم، بعضیا زیادشون هم دانلود کردن، دیدم که اینا از همونا بهتره. و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه دوستان. لایک کامنت دنبال یادتون نره. تمام شد دیگه ویدیو رو. آره لایک کامنت دنبال یادتون نره و یاکوزا رو ببخشید. آره خب حتما اگه از ما میخوای حمایت کنی حتما دنبال کنین و لایک کنین. آره کانال روبیکام هم دنبال کنین. آره و اونجا هم میذاریم مثلا دانلود برنامه ادانو و راحت‌تریه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون باشه. لایک کامنت دنبال یادتون نره. تا یه دیگه خداحافظ.